باغداری برای کشاورزان ولایت سوخت از سمت‌های رشد کرده و شفقت‌انگیز محسوب یافته. همساله هزارها بیخ نونی‌هالان برای بنیاد و از نو برقرار کنی باغات شنونده می‌شوند. طی سال‌های آخر با نظرداشت طلبات پیش آورده بازار جهانی به میوه و سبزیجات و عموما محصولات کشاورزی که اساساً از کشورهای اگراری استحصال کرده می‌شود، دولت‌های استحصال کننده آن برای مستحکم کردن موقع خود در بازار جهانی با صادرات میوه‌های خوش‌صفت عزم و تلاش دارند. تاجیکستان هم که با موقع طبیعی جایگیرشویش منبع اساسی استحصال کننده میوه‌های شهدباری از جهت اکولوژی تازه به حساب می‌رود، همساله حجم معین میوه‌ها را به صادرات روانه می‌کند. چنانچه تا به امروز صادرات زردآلو پیشپز از حدود ناحیه اشت و کانی بادام به خارج دور و نزدیک ادامه دارد. ولی طوری که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید می‌کنند، امکانیت و اقتدارهای استحصالی و صادراتی کشاورزان ولایت بسیار است و برای عملی کردن آن گذشتن به شکل و طرزهای معاصر خواجگیداری ضرور بوده. آن طلبات زمان است. بنیادی باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی نوع‌های مختلف درختان حاصل دهنده که طرز معمولی باغ-پروری در کشورهای اگراری و پیشرفته جهان است، از جهت حجم استحصال و صفت محصولات برتری دارد. امروز توجه خواجگیداران اهالی باغپروران به تشکیل نمودن بنیاد نمودنی باغ‌های اینتنسیوی، سوپر اینتنسیو و نیم اینتنسیوی خیلی زیاد می باشد، زیرا برتریتی چنین باغ‌ها این اول زیچ جایگیرش نیالا، یعنی جایگیر نمودنی شماری زیاد نیالا در واحد گکتار و این بر وقت به حاصل درآمدنی آنها می باشد و به دست آوردن حاصل مالی صادراتی، یعنی علاقه یک چند جهت و افضلیت افت گذاشتیم این باشد با وقت به حاصل می دارد، یعنی سال‌های سایوم چهارم درختانی من میوه دهنده تخمکداران سیب نوک گیریمگر و چهارم پنجم درختانی دونکداران زردآلو، آلو، شفتالو اینها با حاصل در حاصل مالی یعنی صادراتی می‌دارند و اینچنین نهایتش اون که قد درختان پست است ما میتونیم علاقه اون میوه دهنده درختانی که صادراتی تیزپزک هستند از پایان دستی اون را جمع‌آوری کرده به خارج مملکت صادرات کنیم. امروز در مقیاس ولایت سوخت جهت اجرایش دستور و سپارش سرور دولت عاید به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی، کشاورزان خواجگاه ناحیه‌های اگروصنعتی به مساحت معین چنین باغ‌ها را بنیاد کردند. مشاهده ها نشان می‌دهند که همساله فصل بهار در آغاز نهالشنانی مردم به خرید نونیهالان درختان اینتنسیوی مراغ ظاهر کرده ایستادند که این خود از توجه و آگاهی اهالی از برتری چنین نهالان درک می‌دهد. در این زمینه خواجگاه‌های مخصوص نهال پرور، خواجگاه‌های علایده و صاحبکارانی که با وارد نهال اینتنسیوی درختان حاصلده سر و کار دارند، ضرور است که طلبات به میان آورده اهالی را نیز به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی مورد نظر قرار دهند. باغ‌های اینتنسیوی البته نسبت باغ‌های عنعنوی برتری زیاد دارند. باغداران در نظر داشته باشند که هنگام بنیادی باغ اون رو یک سال قبل پیشتر به نظر گرفتن نکار برای انتخاب آن نیال‌های خوش‌صفت و اینچنین انتخاب موضع باغداری که در آن موضع کدام نمود درختانی میوه دهنده به شرایط خاک و اقلیم موافق است. وابسته به این نهال‌ها را انتخاب نموده باغ را بنیاد کردن لازم است. نهال‌هایی که برای باغ‌های زمانوی اینتنسیوی استفاده بوده میشوند این در تگریش‌های نشوی که بارای قلمچه بارای فرغانزادشون پیوند کرده شدند. این تگریش‌ها چون خصوصیت‌ها دارند که نوع‌های به آن پیوند شده را بر وقت به حاصل می‌دارند، قدش نهایت بلند نمی‌شود و یعنی در این نوع‌ها که در تگریش‌های قطبس پیوند شدند روندهای سبزی انکشاف و حاصلبندی یک باره می‌گذرد و این باعث می‌شود که یعنی بر وقت حاصل گرفته اون خراجاتی که برای بنیادی باغ‌ها صرف شد تیزتر برگردانده شود و درآمدناکی اقتصادی خواجگیداران بلند شود. البته همساله برای رشد ساحه کشاورزی و از آن جمله باغ و تاک‌پروری چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند. با نظرداشت آموزش و قبول و مورد تطبیق قرار دادن تجربه‌های پیشقدم جهانی به خواجگی دهات کشورمان تکنیک و تکنولوژی معاصر وارد گردیده در بلند برداشتن بازده زمین مساعدت کرده می‌شود. اگر روند بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی بین خواجگاه‌های کشاورزی و اهالی تقویت بخشیده شود، پس در آینده نزدیک حجم استحصال میوه‌ها و صفت بازارگیری آن یکچند مراتب بیشتر و بهتر خواهد شد.